نامرد بگم؟ نامرد؟ برج مگه میتونه نامرد باشه؟ نه برج نامردیه، به خاطر اینکه خیلی ها رو تو خودش جا داد که حقشون نبود و خیلی ها هم که حقشون بود و نذاشت بیان توش. الان تو این دارم میخونم که من حقم بود که تو اون سالن کنسرت بدم. بله حقمه، چرا که نیست. من 14 سال تایممو گذاشتم روی این کار و واقعا فکر میکنم از لحاظ حرفه‌ای و برنامه‌ای که اون روی استیج برج میلاد قرار باشه انجام بدم از برنامه خیلی های دیگه بهتره. فکر میکنی که کی تو همین سالن تو همین برج کنسرت امیر تتل بود؟ والا من با خودم عهد کرده بودم که تو این کنسرت و تو این سالن نرم، چون نامرده چون؟ نه چون این سالن و این استیجی زمانی به درد من میخورد، الان دیگه برای طرفدارای من خیلی کوچیک. یعنی این برمیگردیم به اون غرور تا تو اون غرور داشت منو تو خودش راه نداد، بعد من غرور با نداشتم. برجم میجنگی؟ یه سالونه.